تولیدات صادراتی ولایت هرات در 60 غرفه در قلعه تاریخی اختیارالدین برای 3 روز به نمایش گذاشته شده است. برگزار کننده این نمایشگاه اداره صنعت و تجارت هرات است. بازاریابی و آشنا شدن باشندگان هرات به صنایع تولیدی، دستی، پوشاک و مواد غذایی از اهداف عمده برپایی این نمایشگاه خوانده می شود. اینجا ما زیادتر هدف ما روی همین گفتم تولیدات داخلی بوده. در ما در بخش قالین، زعفران و چیزایی که به هرات تولید میشن در پارک ما رو اولویت دادیم اونا را و هدف این نمایشگاه میست گفتیم ما بازار خود هرات خیلی کوچک است. این سبب شد که ما بازارهای بزرگتر به تولیدات خود داشته باشیم، بریم به طرف بازارهای بیرونی. غرفه‌داران این نمایشگاه برپایی این گونه نمایشگاه‌ها را برای رشد فعالیت‌های اقتصادیشان موثر می‌دانند. امیدواری بر این است که زمینه برای صادرات اموال تجارتی هرات به کشورهای خارجی بیشتر مساعد شود. نمایشگاه ها خیلی رول خوبی داره. اگه این نمایشگاه ها دایر باشه در سطح شهر، در سطح افغانستان، برای بخش تولید کننده الحمدلله خیلی خوبه. من فکر میکنم نمایشگاهی که برگزار میشه به داخل یا خارج از کشور به خانم‌ها دعوت میشن، بسیار تشویق میشن و هم صنعت افغانستان رشد میکنه. نمایشگاه تولیدات صادراتی هرات توجه باشندگان این ولایت را به خود جلب کرده است. بازدید کنندگان این نمایشگاه حمایت از تولیدات داخلی را یک نیاز می‌دانند. خودم شخصا اگر قرار باشه چیزی بخرم سعی میکنم بیشتر از محصولات داخلی استفاده کنم، چون یک میشه گفت حمایت میکنیم از تولیدات داخلی. من امروز از نمایشگاه که دیدن کردم واقعا نمایشگاه خیلی خوبیه. من دوست دارم که دیگر از این نمایشگاه ها برگزار بشه. مسئولان در ریاست اتاق تجارت و صنایع هرات میگویند که در حدود 20% صادرات هرات در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. ما حدود 20% افزایش صادرات داشتیم و صادراتی که از خود ولایت هرات مستقیم تعیین رایل میشه حدود 50 میلیون دلار است، ولی هرات مینیس مرکز این حوزه که ولایت فراه، قور، بادغیس و نیمروز را هم در بر میگیره، ظرفیت صادرات حدود 250 میلیون دلار دارد. هرات به عنوان قطب اقتصادی افغانستان شهرت دارد و برپایی نمایشگاه اینچنینی گوشه‌ای از ظرفیت اقتصاد این ولایت را در یک مقیاس کلان نشان می‌دهد. شاپور صابر، هرات.